رفتش. نه خیلی هم بچه نیست. چرا درخت بالا میاد؟ من اینجا نشسته بودم، خب همینجا پلو دوچرخه اینجا نشسته بودم، یهو دیدم که یه صدای گپ میکرد از درختش میرفت بالا. نمیدونم داشت اومد پایین یا رفت بالا. نه این به چه خرسه؟ مامانش نیاد؟ مامان از این خودش تقریبا بالغه. البته این ممکنه مثلا 6 ماهش باشه، میدونی؟ اما مامانش هم نمیاد؟ نه دیگه فکر کنم مستقل شده. برم پیشه؟ ها؟ برم پیشه؟ نه بابا. یعنی حمله میکنه همینو؟ بله این اینقدر بالا شده حمله؟ خیلی هم خوشگله. نه از اونجا پیدا نیست. بلوبری میخوره اینجا. من بلوبری داشتم میخوردم منم. جلو نرو حسین، بیا. میدونی که از سگ سریعتر میدوه. با این هیکل گندش؟ چی؟ با این هیکل گندش سگ نمیدوه؟ بله. این خانمان به من داشت رد میشو گفت خرس اینجاست. این بلوبری داره این میخوره. قهوه‌ای هم هست. قهوه‌ای درسته؟ نه بلک بره. اما از تو نور قهوه‌ای بده نظر میرسه. از تو نور. آره. نمیدونم شاید هم قهوه‌ای باشه، نمیدونم. ببینید رنگش رو نگاه کنید. قهوه‌ایه. اما قهوه تیره. آره. این سیاه نیست. همچین موقعی باید به اسپری خرس در بیاری آماده باشه. متوجه ای؟ خب چجوری این چجوری آن به شلیکه؟ اینو که برداشتی اینو میکشیش اینجوری؟ آره. اینجوری. الان این آماده میشه بعد میزنیش. اینجوری بعد میزنی. آره نزنی یا نه. میدونم. اینجوریه درسته؟ آره. اوکی. الان این بسته است که چیز نشه. بگوری چی نگو. نه آقا سعی که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. بذار تماشاش بکن. داره بلوبری میخوره، با چه اشتهایی هم میخوره. خوشگل هم هست خیلی. خب اینجا فاصله مون چقدر تقریبا؟ این 10 متره ها؟ نه 10 متر نیست آقا. این 6 7 متره. چی؟ این 6 7 متر نهایتش. خیلی خب این داره کم کم زیادی چیز میشه سعید جون. نزدیک شما. بسیار زیباست آقا سیمان کردی. بله بسیار عالیه. قابل توصیف نیست زیبایی. بله. کارت پستاله. ما توی کارت پستالا داریم الان حرکت می‌کنیم. چمنزار، مرغزار، دشت، کوه، جنگل، همه چیز توی هم ادغام شده آقا سیامک. همه چیز زیبایی ها توی هم ادغام شده.
پشت و گهی پشت بزی. در ارتفاعات کوههای ونکوور است. منظری بسیار زیبا، تزریق از رنگ ها، درخت ها، کوه ها و سنگ ها در کنار دوستی گرانمایه، آقای سیاوش عزیز. و پیرمردی و میرسیم به مقصد امروز در کنار آقای سیاوش عزیز. چقدر زیبا و دوست داشتنی. این چرخارمه از دفعه کجا بودیم؟ من داخل نمیده بسیم. نهاری که آقا سعید زحمت کشیدن بسیار خوشمزه، ساندویچ مرغ. نوش جان. اومدیم این ور پناهگاه، اونم تریل اوپالکون. اونم چند نفر آدم دارن توش میان. روزی بسیار زیبا در کنار شما دوست گرامی. بله، این الفین لیک و این هوا رو با آسونی نمیشه گیر آورد، باید کشید. یه ذره بارونی باشه دیگه این کوها پیدا نیستن، هیچ منظره اینجا پیدا نیست. اونم اوپالکون، این راهش رفته از اینجا اونجا پیداست. بیا آقا سعید. با این یه شرام میخوایم بریم آقا سعید که بسیار هم عالی. دریاچه الفین لیک. روزی بسیار زیبا و دلپذیر در کنار شما دوست گرامی. جاودانه در ذهن و قلب من به یادگار خواهد ماند.